کوهستان ماسچوه از منطقه‌های اگراری ولایت به حساب رفته ساحه کشاورزی اساس اقتصادیات این ناحیه کوهسار را تشکیل می‌دهد. در نیم ساله اول سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه با مبلغ نزدیک 28 میلیون سومانی محصولات استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته تمایل افزایش دارد. ساکنان ناحیه مخصوصاً به زمین محبتی بی‌اندازه داشته سال تا سال مدنیت استفاده بری آن را بلند می‌بردارند. بخصوص در استفاده ثمرناک زمین قطعه‌های نزد حولگی اهالی ناحیه تجربه غنی دارند و به هر وجب زمین همچون مایه اساسی درآمد خانوادگی مناسبت می‌کنند. ساکنان ناحیه کوهستان ماسچوه به زمین مهر خاصه دارند. بخصوص کوشش می‌کنند که زمین‌های نزد حولگی خود را پرثمر استفاده برند، چون که محض همین قطعه‌های نزد حولگی مایه اساسی درآمد اقتصادی هر عائله می باشند. امروز باشد اهل این عائله گندم را درو میکنند و زمین را نیت دارند که برای کشت بعدینه آماده سازند. در کوهستان ماسچوه امروزها جمع‌آوری حاصل باغات ادامه دارد. عین حال که در منطقه‌های زردآلو پرور ولایت از جمله خوجند و اسفره، کانی بادام و اشت و باباجان غفورов حاصل زردآلو به آخر رسیده است. در باغستان‌های کوهستان ماسچوه جمع‌آوری این میوه شهدبار اکنون آغاز گردیده است. باغداران ناحیه از فراوانی حاصل قناعتمندند و قسمی از آن را برای احتیاجات خود و قسم دیگر را برای فروش کارکرد می‌کنند. و همه شما معلوم است که امسال زراعت‌های گندم، لوبیاگی خیلی نقص هستند. از آن جمله خیلی که حال دیده ایستادید باغ‌ها حاصل نقص دارند، کارتوشکا حاصل نقص شدگی هست. ما باوری داریم که مردم ما امسال زمین‌ها را خالی نمیمونند. کارتوشکا پروری به خصوص در جماعت دهات لنگر از حساب فراخی میدان‌های کشت رشد کرده است. به تاکید دهقانان تجربه دار از زمین‌های ناحیه حاصل از همه بلند کارتوشکا را میتوان به دست آورد. کشاورزی یکی از ساحه‌های کلیدی خواجگی خلق در ناحیه کوهستان ماسچوه به حساب می‌رود. ساکنان این دیار کوهسار اساساً به زراعتکاری و باغداری و چارواداری مشغول هستند. به خصوص کارتوشکا پروری از شغل‌های اساسی ساکنان این منطقه کوهسار به حساب می‌رود و دهقانان پرتجربه این موضع میگویند که در صورت مساعد آمدن هوا و مناسبت دلسوزانه به زمین از این میدان‌های زرخیز میتوان تا 400 سنتنر از هر گکتار حاصل به دست آورد. میدان‌های سبز و گلبسر کارتوشکا در ناحیه کوهستان ماسچوه از حاصل فراوان امساله درنگ می‌دهند. کارتوشکای کوهستان را از خوش‌صفت‌ترین نوع این زراعت معنی داد می‌کنند. 53 ساتخ زمین اجاره داریم. اساساً کارتوشکا پرورش میکنیم در همین زمین‌ها. من تجربه هر سال دیده حاصلناکی 300 تا 350 سنتنر هسته. از روی نشر نماش دیده همین حاصلش. بغیر از کارتوشکا پروری ما کم کم جو، گندم، زمین‌هایی که یانه هستن، علف و بیده، همین کارا رو میکنیم دیگه. اساس درآمد زندگی همین دهه‌های ما احساب ما کارتوشکا هستن. حاصلی که از زمین کارتوشکا میگیریم یک قسمش برای روزگار استفاده میبریم، ماندگیش برای بازار رای میکنیم، هم طرف خوجند هم طرف دوشنبه. خواجگیداران ناحیه کوهستان ماسچوه نیت دارند که جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان را با دستاوردهای ارزنده مهنتی استقبال گیرند و در تامین امنیت عضوخواری کشور سهمگذار باشند.